چجوری صفحه موبایل بندازم روی تلویزیون؟ برای انجام این کار توی تلویزیون و اکسپیژن فقط کافیه وارد برنامه ها بشیم، بخش سبک زندگی رو بریم، اما ابزارها اون پایین رو انتخاب کنیم و از اینجا میتونیم برنامه فست کست رو دانلود و نصبش کنیم. اما برای تلویزیون های دیگه میتونید از مرورگرتون استفاده کنید. برای دانلود و نصب برنامه فست کست و گوشی فقط کافیه وارد بازار بشید و فست کست رو جستجو کنید و برنامهش رو دانلود و نصب کنید و بعد از اینکه برنامه اجرا شد فقط کافیه این دوتا با هم مچ بشن و فقط کافیه بیاد بخش دیسپلی اسکن QR کد رو بزنید و توی تلویزیون هم بخش دوم از سمت راست رو انتخاب کنید و این QR کدی که روی تلویزیون نمایش داده با گوشیتون اسکن کنید و استارت ناو رو بزنید و بعد همونطور که می‌بینید صفحه تبلتی یا گوشیتون افتادش روی تلویزیونتون. اینم از این ویدیو. از این ویدیو خوشتون اومده باشه ویدیو رو لایک کنید، چنل رو دنبال کنید و زنگولش رو بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.